بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنك بعوني الله تعالى ودرس قدرة دوام مدهم از رسالة 70 مسألة مهمة في الصيام، يعني 70 مسألة مهم آيدي روزة، از آن شیخ عبدالله بن محمد بن حسین بن محمد نجمی، الله سبحانه و تعالی آن را محافظت کند، با تقدیم و تعلیقات شیخ علامه احمد بن یحیی نجمی، الله سبحانه و تعالی آن را رحمت کند. درس امروزی ما به عون الله تعالی آغاز می‌یابد از مسئله 28. صاحب رساله فرموده است: المسألة 28، مسئله 28، هل يباح الفطر للمرأة الحامل والمرضع؟ یعنی مسئله 28 آیا مباح است، یعنی جایز است برای زنی حامله دار و المرضع و زنی که شیر میدهد کودکی نوزاد را افطار کردن، یعنی روزش خوردن میتواند؟ آیا اون زنی که حامله است و زنی که چی میکند؟ شیر میدهد کودک را. قال العلامة ابن باز رحمه الله، شیخ علامه ابن باز فرموده است در جواب این مسئله: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض اذا شق عليهما الصوم لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض. یعنی شخصی یا که زنی حامله دار و شیر دهنده حکمشان حکمی شخصی بیمار است. وقتی که بر هر دویشان روزه گرفتن مشکل شود، مشقت افتد، می توانند که روزشان را خورند و به هر دویشان قضاگی واجب می شود، ضرور می شود قضاگی همان روزی خوردگیش داشتن در هنگامی به این توانایی پیدا شدن. مثل بیماری که در حین بیماری روزه گرفتن نتوانست، بعد از اینکه از بیماری شفا یافت چیکار میکنن؟ همون روز را برقرار میکنن. بعد میفرماد که وذهب بعض اهل العلم الى انه يكفيهما الاطعام عن كل يوم اطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح. یعنی بعض اهل علم به چنین قول آمدن که برایشان کفایت میکنند به هر یک روزی رمضان طعام دادن مسکینه، و این قول باشد قول ضعیف است میگو شیخ و مرجوح است، یعنی قولی پسندیده و قبول نمی باشد. و الصواب ان علیهما القضاء كالمسافر والمريض. و قول راست درست آن است که به هر دو قضا واجب و ضرور است، مانند مسافر و بیمار. لقول الله عز وجل، بنابر قول الله عز وجل اونجا که در سوره بقره در آیت 184 فرمود: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر. پس اگر کسی از شما بیمار باشد یا در سفر باشد، بس از دیگر روزها این شماره های خوردگیش را برقرار میکند، قضاگی های همون روزها را میدارد در دیگر روزها.
وقد دل على ذلك أيضا حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. و به این نیز دلالت میکند حدیث انس بن مالک کعبه که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمود: ان الله وضع عن المسافر الصوم و شطر الصلاة و عن الحبلى والمرضع الصوم. یعنی هرآینه گرفتن را ساقط گردانیده است تا آن دمی که در سفر است، و شطر الصلاة و نیم نماز را، نماز قصر در نظر دارد، بعدا برقرار کردن میشد. و عن الحبلى والمرضع الصوم، و همچنین از زن حامله دار و زنی که کودکش را شیر میدهد نیز ساقط گردانده است روزه گرفتن را. ما چکار میکند؟ برقرار میکند. رواه الخمسه، این را خمسه، 5 نفر از محدث ها روایت کردند. آنها امام احمد، ابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه می باشند و حدیث را شیخ البانی در مشکات حدیث صحیح گفته است. نعم. المسألة 29 مسألة 29. ما الذي يلزم الشيخ الكبير العاجز عن الصيام عجزا مستمرا والمريض الذي لا يرجى برؤه. یعنی به مسافری کلانسال یا که بیم پیرمردی کلانسالی که عاجز است از روزه گرفتن و چنان عاجز است که عجز او بردوام می باشد، چی لازم می شود؟ و بیماری که امیدی شفایابی نیست در وی، به این کس چی لازم می شود؟ قال الامام البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر. يعني امام بخاری الله رحمتش کند گفته است که اما پیرمردی کلانسالی که طاقتی و توانایی روزه‌گیری ندارد، انس بعد از آن که کلانسال شد 1 سال یا 2 سال به هر روز مسکین را نان خورانید و گوشت خورانید و افطر و روزش را خورد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. البخاري. وابن عباس يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عباس رضی الله عنهما آیدی پیرمردی کلانسال و پیرزنی کلانسال گفته است که همون پیرمردی کلانسال و پیرزنی کلانسالی که طاقت روزه گرفتن ندارن به عوض هر روز مسکین را میخورانند. این را بخاری در مجلد 6 در صفحه 30 ذکر کرده است. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: على من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إطعام مسكين عن كل يوم مع القدرة على ذلك. خب شیخ ابن باز گفته است که با کسی که از روزه گرفتن عاجز ماند، نتواند روزه گرفتن به خاطر کلانسالی یا بیماری که از شفا یافتن دیگر امید نمانده است، لازم می شود چی؟ به هر روز در حین قدرت و توانایی به آن 1 مسکین را خورانیدن. كما افتى بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، چنانه که
آیدی این یک دسته از صحابگان فتوا دادند. منهم ابن عباس رضی الله عنهما، از جمله ابن عباس یعنی عبدالله ابن عباس ابن عبد المطلب رضی الله عنهما می باشد. المسألة الثلاثون، مسألة سيوم: ما حكم الرجل الذي كلما يصوم يغمى عليه فيزبد ويخبط ويبقى أياما لا يفيق حتى يتهم أنه مجنون ولم يتحقق ذلك منه؟ خب چه حکم دارد اون انسانی که هر بار روزه میگیرد از هوش میرود و ناراحتی بی‌طاقتی میکند و یخبط یعنی کارهای بی‌معنی میکند و روزها یعنی که همین طور میماند، لا یفیق، به هوش نمی آید، حتی گمان برده می شود که این دیوانه باشد. ولم یتحقق ذلك منه، از این یعنی که مثال انق نمی شود، کارهای کردگیش یعنی که یکانتش انق نمی. أجاب عن هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال، وهذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية جواب داده چنین گفت: إن كان الصوم يوجب له مثل هذا المرض فإنه يفطر ويقضي. اگر بشرطی که روزه باعث آن شده باشد، یعنی سبب آن شده باشد که موجب آن شده باشد که به چنین بیماری گرفتار می شده باشد و افطار می کند، یعنی روزش می خورد و قضایش می دارد. فإذا كان يصيبه في أي وقت صام كان عاجزا عن الصيام. اگر کدام وقتی که نباشه روزه گیرد به این مصیبت گرفتار می شده باشد و عاجز از روزه می باشد، فیطعم عن كل يوم مسکینا، به هر روز مسکینه را می خوراند. المسألة 31 مسألة سياكم: ما حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر كالحائض والنفساء والمريض والمسافر؟ مسئله سیاکم چی حکم است؟ آیدی کسی که قضای رمضان را تأخیر میکنند تا آن اندازه که رمضان دیگر وارد میشود، داخل میشود، مثل زن حیض دیده و نفاس دیده و بیمار و مسافر. قال العلامة ابن باز رحمه الله، علامه ابن باز یعنی شیخ عبدالعزیز ابن باز الله رحمتش کند گفته است: من أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان آخر لعذر غير شرعي فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. یعنی کدام زنی که قضا را تأخیر کناند تا ما بعد رمضان دیگر با غیر عذر شرعی، یعنی که برای این تأخیرش عذر شرعی نداشته باشد، معذور نباشد، با آن واجب می شود به الله توبه کردنش از این عمل در برابر قضایی هر روزش داشتن و خورانیدن مسکین به هر روز. و هكذا المريض والمسافر إذا أخر القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. فهمید؟ یعنی همچنین شخص بیمار و مسافر وقتی که قضاگی را تأخیر کنند تا بعد رمضان دیگر بدون عذر شرعی،
فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين. به هر دوشان قضا لازم می شود و توبه کردن و خوراندن مسکین عن كل يوم به هر روز. اما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر. اما اگر بیماری طول کشد یا که سفر طول کشد تا رمضان دیگر، به هر دویشان قضا واجب می شود، حتمی می شود، بس نه خورانیدن مسکین بعد از شفا یافتن کس از بیماری و بعد از سفر برگشتن شخص مسافر. المسألة الثانية والثلاثون، مسألة 32. الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه فلا يجب عليه الصيام. يعني پیری که انا با هذیان رسیده است، یعنی که پیرمردی که پیرزنی که به هذیان رسیده است به سفسطگویی رسیده است و تمیزیت ساقط گردانیده است، یعنی سیاه از سفید فرق نمی کند. فهمیدید؟ به او روزه گرفتن واجب نمی باشد. مثل گپ‌های بی معنی می زند، گپ‌های بی علاقه و بی مبتدا بی خبرگم می زند. ولی الاطعام علیه عنه و همچنین واجب نیست که از نام وی مسکین را خورانیدن، لسقوط التکلیف عنه بزوال تمیزه، برای خاطر ساقط شدن فرمایشات شریعت از عهده او به سبب از بین رفتن تمیزیت او. فاشبه الصبی قبل التمیز، این به کودک شباهت و ماننده دارد، کودکی که حالا به سن 7 سالگی گویم نرسیده است یا که گویم تمیز نشده است، سیاه از سفید فرق نمی کند. قال شیخنا که حال المجنون، این مانندی حالی دیوانه می باشد. فإن كان يميز احيانا و یهدی احیانا، اگر مثل باشد که احیانا بعضا یعنی چیزی رو فرق می کند و بعضا چی با در پیشی می افتد، واجب علیه الصوم فی حال تمیزه، در حالی که سرفهم می رود واجب می شود به او روزه گرفتن، دون حال هذیانه، نه در اون حالتی که مثال گیریم سرفهمی چیزی نمیرد. هذا اذا كان تمیزه يستوعب يوما كاملا او ایاما، این وقتی که مثال گیریم به شرطی که کل روز اگر چیکار کند تمیزیت او فرق بدن او کل روز را کاملا در بر گیرد یا که روزهای را در بر گیرد، در اون حین روزه میگیرد. المسألة الثالثة والثلاثون، مسألة 33، حكم استعمال الفرشاة والمعجون في أثناء الصيام، يعني حكم استعمال چوبکی گویم دندان پاک کنک و خمیرک در وقت روزه. قال الإمام ابن باز رحمه الله: تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. شیخ ابن باز گفته است که الله رحمتش کنه
تازه کردن دندان ها را با خمیرک به سبب این روزی روزدار نمیشکنند، مانند مسواک. به هر حال به او لازم است احتیاط کردن از داخل شدن چیز به شکمش و که به معدهش کنیم. فإن غلبه شیء من ذلك، اگر مبادا افتد از همون چیز، از همون یعنی که چیز افتد بدون قصد باشد، به او قضاگی واجب و لازم نمی شود. قال الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى: رائحته نفاذة والأولى تركه. شیخ احمد نجمی الله رحمتش رو بگذارد که بوی این، یعنی بوی این خمیرکی دندان شویک تأثیر بخش است، یعنی گذرنده است. بهتر آن است که آن را ترک کنند. گفته نه. خب المسألة الرابعة والثلاثون، مسألة 34. إذا طهرت الحائض أثناء نهار رمضان وكذلك إذا قدم المسافر من سفره فهل يلزمه الإمساك أم لا؟ مسألة 34. وقتی که زن حیضیده در روز رمضان پاک شود و همچنین مسافری که از سفر خود برگردد، آیا به او خودداری کردن باقی روز را لازم است یا نه؟ یعنی تخمینا گویم زن نماز عصر رنده پاکیزه شد، از عصر تا شام وقت است، خوردنش دوام میدهند یا که خودداری میکنند، یا که مسافری که در سفر میخورد خانهش نصف روزی داخل شد، از نصف روزی تا نماز شام روزش میخورد یا که نگه خودداری میکنند. قال الإمام ابن باز رحمه الله: عليهما الإمساك في أصح قولي العلماء. شیخ امام ابن باز الله رحمتشون میفرماد که به هر دو خودداری کردن لازم میشود در صحیح ترین از دو قول علما، یعنی از همه صحیح تر آن است که باید که خودداری کنند. لزوال العذر شرعی، برای خاطر برطرف شدن عذر شرعی، دیگر عذر شرعی ندارن برای خوردنشان. و علیهما قضاء ذلك اليوم، ولی به هر دو قضای همون روزه واجب می شود. کما لو ثبت رؤیت رمضان نهارا، چخلی که دیدن ماه رمضان در روز ثابت شده است، فإن المسلمین یمسکون بقیت اليوم، مسلمان ها در همون حین باقی روز را میدارند و یقضون ذلك اليوم، و همون روز را قضایش میدانند. گفته شیخ ما که دلیل صیام عاشورا دلیل روزی ماه عاشورا است عند جمهور اهل العلم، در نزد جمهور اهل علم. ومثلها المسافر اذا قدم في اثناء النهار في رمضان الى بلد فإن عليه الامساك في اصح قول العلماء. مانندی همان زن اگر مسافره چون در اثنای روز در ماه رمضان به کشور آید، البته به او الامساک، یعنی که خودداری کردن در صحیح ترین دو قولی که اقوال علما باید که خودداری کنند. لزوال حکم السفری مع قضاء ذلك اليوم، برای خاطری از بین رفتن حکم سفر، دیگر بالای او حکم سفر نیست، روز ندارد، در برابری قضایی همون روز را داشتن. المسألة الخامسة والثلاثون، مسألة 35. مسألة 35. إذا قبل الرجل امرأته وهو صائم فإن ذلك لا يؤثر على صومه ما دام أنه لم ينزل. وقتی که مرد همسرش را بوسه کند و او روزدار باشد، البته این
بر روزه اش تاثیر نمی بخشد، تاثیر نمی رساند تا آن دمی که انزال نشده است، یعنی که یگان چیز گوییم منش نبرآمده است. لما روت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها، بنابر آن روایتی که مادر مؤمن ها عایشه روایت میکند، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان یقبل و یباشر و هو صائم، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوسه میکرده بود است و آغوش میگرفته بود است و حال آنکه روزه دار بود. و کان املککم لاربه، و شما را دیده نسبت اندام نهانی خود صاحب تر بود. رواه الاربعه بسند صحیح، این حدیث را 4 نفر با اسناد صحیح روایت کردند که مسلم، ابو داود، ترمذی و ابن ماجه. و قال شیخنا رحمه الله، شیخ ما یعنی که شیخ احمد نجمی فرموده است که از میزان فی قوت الشهوه، یعنی که میزان در این مسئله قوت شهوت است، یعنی کسی که شهوتش با قوت باشد باید که احتیاط کند. و قولها رضی الله عنها و کان املککم، قول عایشه رضی الله عنها که در حدیث گفت که و کان املککم، یعنی شما را دیده و مالکتر بود. فيه إشارة إلى أن إباحة القبلة والمباشرة خاصة بمن كان مالكا لنفسه. در این اشاره به آن است که با اجازت بودنی بوسه و آغوش گرفتن این یعنی که خاص می باشد به کسی که مالک نفس خود شده می تواند. اما من لا یأمن الانزال، اما اون کسی که ایمن نیست از فرامدنی و که از برآمدنی منی او الوقوع فی الجماع، یا که بعد این شهوتش غالب آمده جماع کردنش احتمال داشته باشد، فذلك حرام علیه، این به او حرام است، یعنی بوسه کردن حرام است و آغوش گرفتن. این كانت غالبا تؤدي الى فعل محظور، اگر یعنی که غالبا یعنی که با آن یعنی که با انجام دادنی یک کاری چه حرام، یعنی که او را وادار کند. و اصولیین یقولون، اهل اصول میفرمان که الحکم الغالبی العام، یعنی که حکم به غالبی چی، حکم به غالب عام عمومی می باشد. مادام که غالبا اگر داند که مثال همین کار جماع کردنش ممکن است یا که یکان چی برامون ممکنه، باید که ترک کند. و مما یؤید هذا القول ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء شاب فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال لا. فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم؟ قال نعم. قال فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيخ يملك نفسه. و از جمله دلیل هایی که این سخن رو تقویه میدهد آن است که عبدالله ابن عمرو بن العاص روایت میکند که گفت ما در نزد پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشسته بودیم، جوانی آمد و گفت ای پیغمبر الله، آیا من در حینی که روزدار هستم بوسه کردن میتوانم؟ گفت نه. فجاء شیخ، یک پیرمرد آمد گفت آیا من بوسه کردن میتوانم در حینی که روزدار باشم؟ گفت آره. بس بعضی ما به طرفی بعضی دیگر نگریستیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که البته پیرمرد خودش را داشته میتواند. والحدیث اخرجه الامام احمد، و حدیث را امام احمد تخریج کرده است، و طبرانی در کتاب الکبیر، و هو حدیث حسن، حدیث حسن می باشد که احمد و طبرانی و شیخ البانی را در جامع صحیح یکی در صحیح الجامع حدیث را حسن گفته است. المسألة السادسة والثلاثون، مسألة 36، إذا قبل الرجل امرأته أو ضم أو كرر النظر أو استمنى فأمنى فسد صومه، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويتم صومه الذي أفسده ويقضي يوما مكانه. یعنی مرد همسرش را بوسه کند یا که آغوش گیرد
یا که به تکرار تماشا کند، نظر کند، یا که مثال گیریم استمناء کرد، یعنی که کفکی کرد، بس در نتیجه چیکار کرد؟ یعنی خودش در همسرش صفتی و به دستش مراقبت که در نتیجه منش برآمد، فسد صومه، چون این کس را روزه‌اش ویران می شود و علیه ان یتوب الی الله، و او لازم است که توبه به الله کند و یتم صومه الذی افسده، با اتمام به آخر می رساند اون روزه را که ویرانش کرد و به جای او یک روز روزه می گیرد قضاگی. قال شیخنا احمد النجمی رحمه الله، شیخ ما احمد ابن یحیی نجمی الله رحمتش کند گفت که اذا قلنا ان الكفاره تتعلق بالجماع فقط فلا كفاره عليه فيما يظهر، یعنی اگر به شرطی که ما بگیم که کفارت تعلق به جماع دارد و بس، یعنی که کفارت فقط یعنی که در حین جماع باشد، اون وقت یعنی که در دیگه حالت یعنی برآوردن آب یعنی که روزش ویران میشد کفارت، فلا کفارت علیه، به چنین کس یعنی که کفارت نیست فیما یظهر، چخلی که ظاهر میشود، نمایی میشود. وسألك القول الصحيح الكفارة تجب على من انتهك حرمة رمضان بالجماع، يعني قول صحيح ونسكي كفارات واجب میشود به کسی که حرمت رمضان رو فقط به جماع ویران کرده باشد، یعنی که ماه رمضان انده جماع کرده باشد. جماع یعنی که به خاندان خفت خیز کردگی باشد، آن هم وقت یعنی که به او هم در برابر قضا کفارت واجب میشود. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.